خب سر حوزک. سلام علیکم. احوال شما؟ و مغازه عطاری حاج حمیدی، مغازه با این دو دهنه. بعدش رفت اونجا. اول اینجا بود، میدونم. اول با میرزا بودن. ممکنه آره. بله این دو دهنه مغازه حاج حمیدی هست که البته شریک بود و بعد به دلایل از شراکت جدا شدن و مستقل به همون مغازه دومی که خدمتتون گفتم رفتن. اینجا مغازه کبابی بود، آقای علی آقا یا منصور و منصور که خب توی دروازه کبابی، نونوایی، حمام، مسجد اینا ضرورت مسافر بود. اینجا مغازه حاج احمد آقای نونوا بود، نون سنگکی بود که خونهشون رو کنار اون حمام حضرتی تو شروع کار خدمتتون عرض کردم. ایشون من نمیدونم چقدر سواد داشت، نمیدونم چند تا حدیث از برش بود، نمیدونم چقدر کتاب خونده بود، ولی منش علیوار داشت. یعنی چیزهایی من در کودکی از ایشون به یاد دارم که واقعا امروز ما کمتر میبینیم. ما کمتر در بزرگان محلات از این خصلت‌ها و از این گذشت‌ها و از این بزرگواری‌ها میبینیم. مغازه فالوده بندی آقای قیصری کل محمود و شاخصی که برای ما داشت لیوانوی بزرگ بلوری بود که بابا ظهر برای وقت استراحت بین ظهر و عصر که برای استراحت خونه می اومد معمولا یه لیوان بزرگ بستن، چون خانواده پر جمعیتی بودیم، 8 نفر بودیم و یه لیوان بزرگ فالوده یا چیزی می آورد که بچه‌ها استفاده کنن. و یکی دیگه از چیزا خاصی که اینجا بود برف سرک شیره بود. نمیدونم برف و سرک شیره شما تجربه ای دارید ازش یا نه، چون قبلا یخچال و امکانات بلودتی نبود. معمولا توی کوه دراک چاهای بزرگی بود که توی زمستون برف رو دپو می‌کردن و بعد این برف رو با اره می‌بریدن، لای گونی می‌پیچیدن و می‌آوردن اینجا. یه تیکه از این برف رو با اره توی لیوان و سرک شیره رو بهش اضافه می‌کردن. برای مسافر گرمازده خسته چیز خیلی دلچسبی بود. سرکه و شیره انگور. سرکه شیره یه چیزی هست که با نعنا و سرکه و احتمالاً گلاب و چیزای اینجور معطر درست میکنن و احتمالاً برای تصفیه کبد بسیار مفیده. اینجا یه پیام بازرگانی هم بدم من. الان ما اینجا سر حوزک رو داریم که احتمالاً یه حوض بوده یا محل تقسیم آب بوده. اونجا تنوره با غیره ها رو داریم که تنوره معمولاً جایی هست که آب با یه لوله میریزه. احتمالا اونجا یه محل تقسیم آب بوده. هم گفتم خدمتتون که محل لب آب به خاطر پر آب بودن و جوی و نهر آب هست. اذیتم شدید با گرما، باید ببخشید. اینجا دیگه یه سری مغازه میوه فروشی، تعمیرگاه و باز قنادی، یکی از قنادی‌های قدیم که الان باید بسته باشه یا این بسته است. اینجا یه عطاری بود، حاج محمدی عطار محمد هادی و نون سنگکی که همیشه بوده. روبرو آقای صمد بقال بود، یعنی از مغازه‌های خیلی معتبر بقالی که صرفاً کارشون بقالی بود، یعنی برنج و روغن و حبوبات و چیزای اینجا، شغلش مخلوط نبود، کلاً به این صورت بود. یکی از این مغازه‌ها مثلا ممکنه این که حفاظ داره، اولین بانک صادرات این محل بوده، یعنی بانک صادرات که الان سر خیابون هست، یکی از احتمالا همین باشه. بانک صادرات بود و شماره حساب بابا توی این بانک شماره حساب 9 بود، یعنی نهمین نفری بود که توی این محل حساب جاری باز کرد. کنارش جگرکی و همین خورده ریزی که میبینید قبلا هم تقریبا همین مشاغل و همین حالت بوده.